خب سلام دوستان. این مرحله درست کردن چرخماه واسه اسلحه‌مونه. دوستان این چیزی که میبینید یه چیز اولیه است، یعنی قراره بعدا مقاومت سازی بشه روش. این یه پیچی که جوش دادیم به این فنر سیخ ترمز موتوری که انداختیم اینجا، و این یه واشاری که برش دادیم از اینجا که سایز این بشه. گفتم که اولیه است، بعدا قراره مقاومت سازی بشه. این به این حالت عمل میکنه داخل لوله یک دوممون که آخرش یه قفلی اینجا باید ضامنی براش بذاریم واسه رها کردن چخماق که به سوزن ضربه بزنه. این یه تیکه میلیارد دوستان که ساب دادیم و تقریبا فیت این شده. نمیدیم این تو مرحله بعد که مقاومت سازی شد دوباره کلیپش رو واسه تو میذارم. به امید دیدار.